هر زبان چقدر طول میکشه تا ما اونو به طور کامل مسلط بشیم؟ انگلیسی 1 سال. آفرین. آلمانی 2-3 سال. 2 سال. روسی سخته خداییش. 3 یا 4 سال. 4 سال. 4 سال. مجارستانی زبانه. بگو. 5 سال. آفرین. جدی؟ ویتنام هی دارم میرم بالاتر. آره ویتنام 6-7 سال. 5.5 زیاد با مجاری فرق نداره. کره ای اون دیگه 6 ساله. 6 یا 7. 5 تا 8 سال طول میکشه. 8 سال یه زبان یاد بگیری. ژاپنی 5 تا 8 سال بود. حالا ژاپنی 7-8 سال. 8 سال به بالا. نه 7 سال. 6 سال. 6 سال خوبه بازم. عربی بازم 5-6 ساله. 7 سال. 7 سال. فیلیپین خیلی سخته خدایی. فیلیپین کم 10 سال طول میکشه. 8 سال طول میکشه. 8 سال. زبان مانداریانی شنیدم 1000 تا کلمه داره. فکر کنم اون دیگه 10 سال. 11 سال باشه. 9-10 سال. 9-10 سال. ولی من فارسی رو درست مسلط نیست. منم همینطور. ساب کنید بچه‌ها. دوست داشتین ساب کنید.